درود به رفقای عزیزم، خوش اومدید به ویدیوی امشب مرداب 2. لینک قسمت‌های قبلی هم توی توضیحات هست، همون بالا توی کارت ویدیو میتونی پیداش کنی. بریم سراغ قسمت امشب. دست نوشته نفرین شده، فصل 2، قسمت 7. تو متروی خط مقطم حمید و اسلام آخرای ایستگاه نشسته بودند. قرار بود برن یه جایی که قرار یه ساحل رو ببینند. حمید حسابی هیجان زده بود و داشت با آب و تاب حرف میزد، ولی اسلام انگار نه انگار اصلاً تو فاز حرفای حمید نبود. انگار چیزی تو کلش فرو نمی رفت. حمید یهو گفت داداش به خدا قسم فقط یه چیزی میخوام بهت بگم. یه بنده خدایی هست که کارش درست کردن ورد و طلسم و اینجور چیزاست. حالا تو چرا بهش اعتماد نداری؟ این یارو واقعا حالیشه، میفهمه این کارا چیه. چرا نریم پیشش تا یه چیزی یاد بگیریم؟ حالا اگه میخوای برو یه جایی که اسلحه میفروشن، یه تفنگ بخر که از خودت دفاع کنی، ولی خب اونجور جاها هم ممکنه خطرناک باشه. فکر کن از همون که اسلحه ازش خریدی یهو یکی رو بزنه. اینم یه جورایی مثل همونه، نه؟ حالا تو به من اعتماد کن داداش. خلاصه این دوتا رسیدن به یه ساختمون بزرگ. حمید دست اسلامو گرفت و سمت یه درب آهنی بزرگ کشیدش. رفتن پایین، جلوی در آپارتمان وایسادند. حمید زنگ رو زد. چند ثانیه بعد در باز شد و یه مرد حدود 30 خورده ساله با خوشرویی دعوتشون کرد که برن داخل. اسلام که انگار هنوز توی شوک بود یه نگاه به اتاقی که رفتن توش انداخت. اتاق یه میز کوچیک داشت با چند تا صندلی، انگار مطب دکترای عمومیه که مریضا توش منتظر میمونند. حمید و اسلام نشستند و زل زدن به در اتاق روبروشون. اون ساحره که اومده بود ببینتش توی اون اتاق بود. مردی که در رو باز کرده بود فقط دستیار بود و بس. چند لحظه سکوت شد. یه حس ترس و دلهره همه جا رو گرفت. اسلام به حمید یواش گفت داداش ندیدی اینا ازمون پول نخواستند؟ حالا قراره چطوری حساب کنیم؟ حمید گفت نه بابا، احتمالاً موقع خروج پول میگیرند. ندیدی اون خانومه که یکم قبل از اتاق اومد بیرون، رفت پیش همون یارو پشت میز و پول داد. فکر کنم اونم کارش انجام شده بود. منتظر شدن تا نوبتشون بشه. بالاخره رفتن توی یه اتاق بزرگ که دیواراش سفید بود. انگار واقعاً مطب یه دکتره. یه میز بزرگ با چند تا صندلی شیک و کلی کاغذ و وسایل عجیب و غریب که اسلام نمیتونست بفهمه که اونا چی اند. پشت میز یه صدای آروم و نازک گفت سلام حمید جون. سلام اسلام، خوش اومدید. اسلام چرا آب میوه‌تو نخوردی؟ نکنه فکر کردی توش قرص توهمزا ریختند؟ اینو که گفت یه لبخند زد. همون مردی بود که پشت میز قایم شده بود. قیافش یه جورایی ترسناک بود، انگار یه شیطون جلوت وایساده. لباس معمولی تنش بود، ولی چشمای بزرگ و ابروهای پرپشتش حسابی جلب توجه میکرد. اسلام وقتی حرف آب میوه رو شنید یه لحظه شوکه شد. آخه خودش دقیقاً به همین فکر کرده بود که نکنه تو آب میوه چیزی ریختند، ولی به خودش گفت نه بابا، شاید دوربین دارن یا شاید اتفاقی اینو گفت. ولی یهو به خودش اومد این یارو از کجا اسم ما رو میدونه؟ مرد یهو گفت راستی من عبادم، همونی که اومدید ببینیدش. بفرمایید بشینید، در خدمتم. حمید و اسلام که یکم ترسیده بودند رفتند و روی صندلی‌ها نشستند. حمید یهو گفت راستش ما نیومدیم اینجا که جادو کنیم یا جادو باز کنیم یا همچین چیزی. ما فقط اومدیم باهاتون مشورت کنیم، همین. حمید اینو گفت و ساکت شد. مرد پشت میز یهو جدی شد. یه نگاه به حمید کرد و بعد به اسلام. انگار منتظر بود اسلام حرفشو ادامه بده. اسلام شروع کرد راستش موضوع از این قراره. 4 تا از رفیقامون مردند و انگار این قضیه به جن ربط داره. مرد گفت صبر کن، یواش یواش بگو. چی گفتی؟ قتل؟ جن اونا رو کشته؟ درست نفهمیدم، یکم واضح تر بگو که بتونم بفهمم. اسلام یه نفس عمیق کشید. چند تا کاغذ دست نوشته از جیبش در آورد و به مرد داد. مرد کاغذ رو گرفت،
باز کرد و شروع کرد به خوندن. انگار خیلی تمرکز کرده بود. تو کاغذها نوشته شده بود درباره ابن اسحاق، یه جهانگرد عرب که وارد یه شهر شده بود و ادعا کرده بود همه آدمای اون شهر مردند. این کاغذها کپی کامل یه نسخه خطی قدیمی بودن که دست اسلام بود. فقط یه بخش کوچیکش فرق داشت. اسلام توی اون بخش کلمات مربوط به احضار خدمتکار جن رو با پرانتز و نقطه چین عوض کرده بود. مرد وقتی خوندن کاغذها تموم شد یه نگاه به اسلام کرد. انگار منتظر توضیح بود. اسلام گفت این متنایی که خوندی عیناً از یه نسخه خطی واقعی کپی شدن که الان تو خونمه، ولی کلمات مربوط به احضار جن رو خالی گذاشتم. راستش ما اومدیم نظرت رو درباره این نسخه بپرسیم. این سند اصله یا نه؟ مرد یه لحظه زل زد به اسلام. ابروهاش گره خورد و عصبانی شد. لباش یه تکون کوچیک خورد. انگار داشت زیر لب چیزی زمزمه می کرد. یهو با مشت کوبید روی میز و داد زد این چه مسخره بازیه؟ فکر کردید من بچم؟ اون کاغذایی که قایم کردی توی جیبتو در بیار. اسلام که از این واکنش جا خورده بود شوکه شد. فکرشم نمی کرده مرد بدون اون کاغذای اصلی رو همراهش آورده. آخه فقط برای احتیاط اونا رو آورده بود که اگه لازم شد چیزی ازشون بخونه. گفت اینا کپی یه نسخه این که توش با جوهر قرون وسطایی نوشته شده، ولی چند تا کلمه از روش پاک شده. مرد کاغذ رو گرفت و شروع به خوندن کرد. کلمات احضار جن توی نسخه‌ای که اسلام درست کرده بود همونایی بودن که تو نسخه اصلی نوشته شده بودند. مرد یهو گفت بگو ببینم چند نفر غیر از تو این کاغذ رو دیدند؟ اسلام چند ثانیه فکر کرد. نمیدونست اسم واقعی کسایی که کاغذ رو دیده بودند بگه یا دروغ بگه. آخرش گفت نمیدونم. مرد عصبی شد. چطور نمیدونی؟ مگه کاغذ دست تو نیست؟ چطور نمیدونی کی دیدتش؟ اسلام گفت آخه این نسخه اصلا مال من نیست، مال یکی از رفقام بود که مرد. نمیدونم قبل من کی اینا رو دیده. مرد یه نگاه عمیق به اسلام کرد و گفت میدونی تو دستت چیه؟ یه چیزی که حتی خودت نمیدونی چه ارزشی داره. مرد گفت خب بگو ببینم نسخه اصلی این کاغذها کجاست؟ اینا که فقط کپیه، من با کپی چی کار کنم؟ اسلام گفت نسخه اصلی رو توی خونه گذاشتم، اونجاست. مرد یکم ساکت شد. زل زد به اسلام و گفت خب حالا چی میخوای؟ میخوای بدونی اون کلمات چه معنی میدند؟ میخوای بدونی واقعا میتونن خدمتکار جن رو احضار کنند یا اینکه چرا رفیقات مردند؟ بعد ادامه داد بذار یه چیزی بهت بگم که همه چیز شفاف باشه. شما دنبال اطلاعاتید، منم یه چیزی ازتون میخوام، ولی اول من اطلاعات رو بهتون میدم، بعد ازتون چیزی میخوام. حالا بگو با این پیشنهاد موافقی یا نه؟ اسلام گفت من موافقم، تمومه. مرد گفت خوبه، حالا من یه قرارداد می نویسم که توافقمون توش باشه. اسلام یه لحظه جا خورد. قرارداد؟ چه قراردادی؟ مرد انگار میخواست خیالشو راحت کنه. گفت نگران نباش، این قرارداد قانونی و اینجور چیزا نیست، فقط یه تعهده که با دست خودم می نویسم. تو قول میدی چیزی که باهاش توافق کردیم رو انجام بدی، منم خدمتم و بهت میرسونم، تو فقط باید امضا کنی. همین، اینجوری منم خیالم راحته که باهات معامله کنم. اسلام گفت باشه، ولی اگه قبول نکنم چی؟ مرد با یه لحن سرد گفت اگه قبول نکنی اون در بازه، برو دنبال یکی دیگه که بتونه سوالاتو جواب بده، ولی بدون اطلاعاتی که دنبالشی فقط من میتونم بهت بدم. طرز حرف زدن مرد و اعتماد به نفسش باعث شد اسلام حسابی کنجکاو بشه. انگار واقعا این یارو جواب همه سوالاتو میدونست. اسلام توی دلش گفت یا باید با این ساحر قرارداد ببندم یا کلاً قید این ماجرا رو بزنم. آخرش گفت
باشه، موافقم. مرد یک کاغذ بزرگ از کشوی میز در آورد و داد به اسلام کاغذ رو گرفت و یه نگاهی بهش انداخت، ولی هیچی ازش نفهمید. پر از نوشته های قرمز بود با یه زبون عجیب و غریب و کلی نماد و مربع و خطوط رنگی که انگار به هم وصل شده بودند. حمید هم با یه جور ترس و دلهره به کاغذ نگاه میکرد. مرد یه سوزن کوچیک به اسلام داد و گفت امضات رو روی این کاغذ بنداز، ولی نه با خودکار، با چند قطره از خون خودت. اسلام که انگار حاضر شده بود جونشو بده تا بفهمه کی رفیقاشو کشته و انتقام بگیره، بدون فکر زیاد سوزن رو گرفت، انگشتشو خراش داد و با خونش کاغذ رو امضا کرد. مرد کاغذ رو گرفت، یه نگاه با حوصله بهش انداخت و گذاشتش توی میز. بعد از روی صندلی بلند شد و رفت سمت یه گوشه از اتاق. گفت حالا تو آماده ای که بری توی اتاق مسی؟ اگه بخوای میتونی رفیقت رو هم با خودت ببری، مشکلی نداره. حمید و اسلام به هم نگاه کردند، انگار هیچ کدوم درست نمیفهمیدند چی به چیه. بعد به مرد نگاه کردند که دیگه رسیده بود به یه گوشه اتاق و یه چیزی شبیه در کوچیک باز کرد که به یه راه پله میرسید. مرد برگشت و گفت خب مگه نمیخوای جواب سوالتو بدونی؟ دنبال چی میگردی؟ بیایید پایین به اتاق مسی. خیلی کم پیش اومده کسی بره توی این اتاق و برگرده. حالا خودتون میدونید، حالا خودتون میخوایند یا نه؟ بعد این حرف مرد از پله ها رفت پایین و دیگه دیده نشد. اسلام اول بلند شد، حمیدم دنبالش راه افتاد. از اون در کوچیک رفتند و شروع کردند از پله ها به پایین رفتن تا ببینن این اتاق مسی چیه. پله ها معمولی بودند با نرده های ساده. مسیر فقط یه جهت داشت، مستقیم به سمت پایین. یه دقیقه طول کشید تا به آخر پله ها رسیدند. اونجا یه در بزرگ تقریباً 2 متری دیدند که پر از نقش و نگارای عجیب بود. انگار ستاره ها و سیاره ها روش حکاکی شده بودند با خطوطی که اونا رو به هم وصل می کرد. شبیه یه اثر هنری بود، یه جورایی جادویی. با اینکه طراحی عجیب و غریب در اتاق حسابی خفن و مرموز بود، یه چیز عجیب ترین بود که جنسش چوب نبود. رنگش یه جورایی طلایی نارنجی بود، انگار فلزیه. معلوم بود که از یه چیز گرون قیمت ساخته شده. اسلام و حمید تو دلشون گفتند 100% این جنسش مسیه، برای همین بهش میگن اتاق مسی. حرفای اون مرد هم که قبلا گفته بود اتاق مسی، حالا توی ذهنشون داشت معنی پیدا میکرد. عباد جلوی در ایستاده بود و منتظرشون بود. وقتی رسیدند عباد شروع کرد یه کارای عجیب و غریب انجام دادن. در اتاق قفل معمولی نداشت، ولی عباد دستشو گذاشت روی یه نقش که شبیه یه سیاره بود و داشت توی یه مدار میچرخید. عجیب این بود که اون نقش به راحتی با دستش تکون خورد. با حرکتش یه صدای فلز بلند شد، انگار یه چرخ دنده داره حرکت میکنه. عباد نقش بعدی رو هم تکون داد، بعد 3می و 4می. یهو یه صدای بلند مثل ضربه شنیدن، بعدش یه سری صدای فلزی مثل چرخیدن زنجیر یا افتادن چیزی. چند ثانیه بعد در باز شد و یکی از عجیب ترین صحنه هایی که اسلام و حمید توی عمرشون دیده بودند جلوی چشمشون پیدا شد. عباد اول رفت داخل. اتاق خیلی بزرگ بود، انگار یه خونه کوچیک که مساحتش حداقل 100 متر بود. دیوارش زرد و براق، پر از نقش و نگارهای عجیب و غریب. ولی صبر کن، قضیه عجیب تر از این حرفاست. این اتاق کاملا خالی بود، نه لامپی،
نه هیچی، فقط دیوارای زرد مسی با اون نقش هایی که معلوم بود از مس یا یه چیزی شبیه مس ساخته شدند. بعضی نقش ها واضح بودند و بعضی هاشون انگار شفاف که توشون یه مایه عجیب جریان داشته. اگه با چشم دنبالش میکردی میدیدی مایه میره تا یه نقش دیگه و از اونجا یه نور سفید پخش میشه که انگار کل اتاق رو روشن میکرد. حمید داشت با چشماش همه جای اتاق رو میگشت تا بفهمه نور از کجا میاد، ولی اسلام محو نقش های روی دیوار شده بود. یه سری آدم که داشتن جلوی یه هیولا با شاخهای بزرگ سجده میکردند. یه نقش دیگه از یه لشکر که انگار آدم نبودند. اینا دم داشتند، بدنشون پر از مو بود و نیزه دستشون بود. یه سری نقش دیگه هم که پر از نوشته های عجیب، مربع و خطوط شکسته بود. همه دیوارا پر بود از این نقش ها جز یه دیوار توی ته اتاق. اون دیوار هم مسی بود، ولی روش هیچ نقشی نبود. فقط یه سری قفسه بزرگ داشت که روش یه عالمه ظرف شیشه‌ای کوچیک با طرح‌های عجیب بود، ولی انگار خالی بودند. وقتی نگاهم به کف اتاق افتاد دیگه کامل هنگ کردم. درست وسط اتاق یه دایره بزرگ حکاکی شده بود، پر از نقش‌های ریز و یه میز کوچیک وسطش. روی میز یه کتاب بزرگ بود، انگار وسط یه صفحه خاص. یه چیز عجیب ترین بود که هر چند ثانیه یه تکون ریز توی نقش‌های دیوار حس می‌شد با یه صدای فلزی خاص. نقش‌ها کم کم جاشون عوض می‌شد. یه لحظه مردا داشتن به هیولا سجده می‌کردند و چند دقیقه بعد یه سیاره، یه بار یه لشکر جلوی اون هیولای شاخدار ایستاده بود. انگار نقش‌ها با یه نظم خاصی جابجا می‌شدند و هر بار یه شکل جدید درست می‌کردند. تو کل اتاق هیچی نبود، نه صندلی، نه میز، هیچی، فقط همون چیزایی که گفتم. اتاق مسی یه حس عجیب و غریب بهت میداد بدون اینکه دلیلشو بفهمی. یه جور حس خفگی، ناامنی و قرابت. انگار یه چیزی توی هوا بود که نمیتونستی توضیحش بدی. عباد به اسلام و حمید نگاه کرد و گفت فکر نکن چون اون قرارداد رو امضا کردی تونستی بیای توی اتاق مسی. نه، اشتباه نکن. تو به خاطر رفیقت حمید اینجایی. قلبش پاک و سفیده. بعد به حمید نگاه کرد و با یه لبخند آروم ادامه داد حالا میتونیم راحت حرف بزنیم. عباد رفت پشت اون میزی که کتاب گنده‌ای روش بود و صحنه عوض شد. بیایید یکم برگردیم عقب به حازم و حبیبه. حبیبه به حازم گفت اول باید با اسلام حرف بزنیم تا بفهمیم اون شب چی شد. دوم این که همه باید تحت حفاظت باشن یا حداقل زیر نظر. قاسم این کار توه. چند تا از جنهات رو بذار دور و بر دوستای یوسف تا اگه خطری بود سریع به همون خبر بدند. حازم گفت باشه، اینو به من بسپار. قاسم برای هر کدومشون یه نگهبان از لشکرت بذار. حازم شروع کرد یه سری عبارت به زبون عجیب و غریب گفتن. فقط چند تا کلمه ساده مثل امر، شماره و حراست قابل فهم بود. چند دقیقه بعد از حرف زدن با قاسم، افراد قاسم رفتن سراغ حبیبه و براش یه نگهبان جن گذاشتن، ولی به قاسم گفتند هیچ اثری از اسلام و حمید پیدا نکردند. حبیبه گفت چی؟ یعنی چی؟ نکنه مردند؟ قاسم گفت نه، امکان نداره. اگه مرده بودند حتما میفهمیدیم. فقط مطمئنم یه جایی هستند که نمیتونیم پیداشون کنیم. انگار جاشون مخفیه. دوباره برگردیم به اتاق مسی. عباد پشت میز وایساده بود و با یه نگاه مرموز به اسلام و حمید زل زده بود. اسلام گفت چرا ما رو آوردی اینجا؟ منظورت چی بود که گفتی حالا راحتیم؟ مگه بالای پله ها راحت نبودیم؟ عباد خندید و گفت تو هیچی نمیفهمی. بذار یه جوری برات توضیح بدم که حالیت بشه. تو الان یه سری کلمه داری که مثل یه دستگاه GPS برای جنا عمل میکنه. اگه این کلمات رو بخونی انگار به جنا نشون دادی که کجایی. منم اول به فکر امنیت خودمم. نمیخوام طایفه های جن منو هدف قرار بدند.
حمید گفت باشه، حالا این اتاق مسی قرار از ما محافظت کنه؟ عباد گفت فکر نکنین فقط یه اتاق با دیوارای مسیه، نه، دیواراش ترکیبی از مس و یه سری مواد دیگه است با نسبت‌های خاص. اون نقش و نگارایی هم که میبینی فقط دکوری نیستند، اونا طبق حرکت ستاره ها و نقش های خاص جابجا میشند. این حرکت ها به من نشون میده توی دنیای زیرین چه تغییراتی داره اتفاق میفته. چیزایی مثل پادشاه های جن، خدمتکارای جن، لشکراشون و این جور چیزا. هر نقش یه معنی داره که منو از خطرهای احتمالی حفظ میکنه. تازه این اتاق برای جنا تقریبا نامرئیه، چون توش یه جور محافظ داره که ردیابی آدما رو براشون سخت میکنه. حتی اگه یه جن بیاد تو، قدرتش به شدت کم میشه. حمید گفت صبر کن، اگه جنا نمیتونن این اتاقو ببینند، چطور میتونن بهش راه پیدا کنند؟ عباد گفت تو الان تو یکی از بزرگترین تله های جادویی تاریخ ایستادی. این اتاق طوریه که جنها اصلا نمیتونن وجودش رو حس کنند، چه برسه به این که پیداش کنند. عباد گفت من اگه بخوام جنها رو اینجا دعوت کنم، وقتی میان توی این اتاق قدرتشون کم میشه. توی اون لحظه میتونم ببندمشون یا هر کاری که دلم میخواد باشون بکنم. بعد با انگشتش به قفسه های پر از شیشه های خالی اشاره کرد. اسلام و حمید به شیشه ها نگاه کردن ولی هیچی حالیشون نشد. یهو اسلام با یه صدای پر از شک گفت چی؟ نکنه میخوای بگی که توی این شیشه ها جن زندانی کردی؟ عباد خندید و گفت مگه قصه های انگشتر سلیمان و چراغ جادویی الکیه؟ با یه سری کلمه و طلسم میتونم جن رو به یه شی ببندم، اون وقت تا وقتی آزادش نکنم همون جا گیر میکنه. بعد رفت سمت قفسه، یه ظرف شیشه‌ای شبیه شیشه های آزمایشگاهی برداشت و روی میز گذاشت. چند ثانیه زل زد بهش و شروع کرد با یه لحن آمرانه یه سری کلمات عجیب رو خوندن. یهو حمید حس کرد سمت چپش داره میسوزه. یه نور قرمز از سمت چپ میز بهش خورد. اسلام با دقت دور و برش رو نگاه کرد و یهو دید یه چیزی داره سمت چپ حمید شکل میگیره. یه موجود کوچولو که قدش 1 مترم نبود، با پوست عجیب و غریب و شاخهای کوچیکی روی سرش. لباس عجیبی تنش بود و با یه حالت خسته و داغون روی زمین نشسته بود. حمید که حسابی ترسیده بود گفت اسلام بگو ببینم سمت چپم چیزی هست؟ آخه از ترس نمیتونه سرشو تکون بده. اسلام گفت آره، یه عفریت کنارته. حمید که دیگه داشت از حال میرفت یهو قش کرد. اسلام سری گرفتش قبل از اینکه زمین بخوره. با اینکه خودش هم ترسیده بود سعی کرد حمید رو به هوش بیاره ولی فایده نداشت. عباد هنوز داشت اون کلمات رو میخوند و به شیشه نگاه میکرد. کم کم اون جن که پیدا شده بود غیبش زد. چند دقیقه بعد حمید به هوش اومد و با صدای لرزون گفت داداش باورت میشه انگار یه فیلم ترسناک دیدم. یه یارو جلوی چشمام یه عفریت احضار کرد. وقتی چشمش به عباد افتاد یهو یادش اومد که خواب نبوده. گفت خدایا این واقعی بود؟ اسلام بگو ببینم اون چیزی که دیدم واقعی بود؟ عباد گفت این فقط یه نمایش کوچیک بود. فکر کنم حالا دیگه باور کردید که من میتونم جنها رو توی این اتاق کنترل کنم. حمید و اسلام هیچی نگفتند، فقط با دهن باز به عباد زل زده بودند و نمیتونستند چی باید بگند. عباد با یه لبخند مرموز گفت خب حالا که خودتون با چشمای خودتون دیدید سوالاتتون چیه؟ یکی از رفیقای من که الان توی این اتاقه جواب سوالاتتون رو میده. یهو از پشت سرشون یه صدای غلیظ و ترسناک گفت سوالتون چیه؟ اسلام و حمید جرأت نکردند که برگردند و ببینن کیه. فقط اسلام گفت کی رفیقامونو کشته؟ چند ثانیه سکوت شد. بعد یه صدای خراش و یه ضربه محکم به زمین شنیدند. همون صدای غلیظ گفت
این داستان ادامه دارد. حالا نظر شما چیه؟ اگه توی این موقعیت بودی چی کار میکردی؟ نظرتو توی کامنت ها بنویس و اگه داستانو دوست داشتی لایک کن و کانال رو سابسکرایب. منتظر داستان بعدی ما باشید. یادتون نره ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. خدا یار و نگهدارتون باشه.